وقتی که آب زمزم زیر پای اسماعیل فواره زد، هاجر دوید حوضچه‌ای رو درست کرد و گفت زمزم زمزم. فکر میکرد که این آب خشک میشود، با خاک آمد حوضی درست کرد و گفت زمزم. قبیله رد میشد به اسم قبیله جرهم در بیابان، دیدن که پرندگان حلقه زدند. شخصی رو فرستاد، رئیس قبیله دید که یک پسر بچه و یک زن نشسته، حوضچه‌ای درست کردن، آب می جوشد. بعد از احترام ادب، در صورتی که میتونستن هم اون زن رو به قتل برسونن هم بچه رو، یا غصبشون کنند، قبیله قدرتمنده. گفتن این آب مال شماست خواهر؟ گفت مال اونه. مال اونه. بیا پسرم، بیا این بالا، همونجا بایست رو به مردم. همه آوردن اونجا خیمه زدن. همون دعای ابراهیم بود و گریه و زاری اسماعیل و هاجر بود. آباد شد، اسماعیل بزرگ شد، از همون قبیله زن گرفت. پسرم حاضرید برای ما دعا بکنید؟ ما خیلی گناهکاریم. ما همه خجالتیم، رومون نمیشه. حاضرید برای ما دعا بکنید خدا باران بده؟ رحیم دعا بکن عزیزم. خدایا ما همه بنده تو هستیم. خدایا ما همه بنده تو هستیم. خدایا اگر بزرگان و پدران و مادران ما گناه کردند، خدایا تو بخشنده و مهربانی. خدایا همه ما را ببخش و بیامرز. خدایا باران رحمتت را بر ما سرازیر بفرما. پسرم به این جمع بگو استغفار بکنن، بهشون بگو توبه بکنید. بچه به این بزرگترها بگو، به بچه ها چی؟ بزرگترا توبه بکنید. توبه بکنید. دوباره بگو بزرگترا توبه بکنید. استغفار بکنید. استغفار بکنید. اولاد همیشه زجر گناه پدر و بزرگتر رو میکشن. خیلی ممنون پسرم، ما بزرگترها رو متوجه توبه و استغفار کردیم. بچه های خوبی داریم. همه با هم استغفر الله العظیم الذی